دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده زیبای اشکورات رحیم آباد رودسر. امروز پنجشنبه 13 شهریور ماه و ساعت حدود 10 صبح. از اونجا که الان موقع برداشت فندق هستش، ما تصمیم گرفتیم که به محل مادریمون و به کمک پدر مادرمون برای برداشت فندق بریم. جاده زیبای اشکورات هم برای ما یادآور خاطرات زیبا در کودکی و نوجوانی. گفتم که این جاده زیبا رو هم دوباره با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. به خاطر اینکه دوربین در بالای ماشین نصبه، تصویر با کیفیت‌تر و با وضوح بیشتره و البته از توضیحات من در حال رانندگی و طول مسیر خبری نیست. اگر براتون این توضیحات جذابه، میتونید ولاگ چند ماه پیش ما رو که از همین جاده زیبا گرفتم نگاه کنید. لینک اون ویدیو رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم که از شهر رحیم آباد شروع و با توضیحات کامل در طول مسیر به همراه نمایش مکان‌های مختلفش ضبط شده. اشکورات رحیم آباد یکی از بهترین و زیباترین مناطق شرق گیلانه که به دلیل دور بودن از شهرهای پرجمعیت کشور در روزها و ایام تعطیلات سال خبری از شلوغی نیست. وجود مراکز اقامتی در طول مسیر هم نسبت به جاده‌های مشابه هم کمتره، ولی خب زیبایی اون نیاز به اغراق و تعریف نداره و با هم دیگه خواهیم دید. اشکورات از دو بخش پایین اشکور و بالا اشکور تشکیل شده. بخش پایین اشکور همین مسیری است که در حال رفتنیم و در استان گیلان قرار دارد. بخش بالا اشکور مسیر راحت‌ترش از جنت رودبار یا دالخانی رامسر که در استان مازندران قرار دارد. البته از این مسیر هم قابل دسترسی. ادامه این جاده هم به علموت قزوین متصل میشه. قله سوماموس که به بام گیلان هم معروفه جزئی از همین منطقه است. محصول اصلی اشکور فندق و گلگازه‌بانه. گردو، انواع داروهای گیاهی مثل گلپر، حبوبات و محصولات دامی و لبنیاتی هم در این منطقه تولید میشه. از جاذبه‌های زیبا و گردشگری در طول مسیر، قلعه گردن، بخش تفریحی سفید، منطقه گردشگری سموش، آبشار میلاش، سد شوک، آب معدنی سجران، مدرسه پرخاطره بچه‌های همت اشاره کرد. بنده به این که شمالی هستم، شرق گیلانی هم و بچه این منطقه زیبا محسوب میشم هم افتخار میکنم و افتخار میکنم که همراهان عزیزی مثل شما دارم. از لایک، کامنت و حمایت شما هم همیشه ممنونم. این ولاگ رو هم تقدیم به بچه‌های گل اشکور، چه در داخل کشور و چه خارج، چه در زمانی که من هستم و چه در زمانی که از من خاطری خواهد موند تقدیم میکنم. راستی آهنگ اول ولاگمون هم به عنوان رعنا گل اشکور برای دختری در همین منطقه است که محل دفن اون در روستای کشایه در اشکورات رودسر قرار دارد. روحش شاد.
میکنم.